سمسون خودشون دیگه من کسرا امروز دارم با یه ویدیو خیلی خیلی خفن. امروز هم 5 از بدترین و وحشتناکترین و مرگبارترین و خطرناکترین حوادثی که تو کوههای ایران و کوههای خارج از ایران که اورستن بیشترشون اتفاق افتاده رو بهتون بگم. یه سری عکس و فیلم هم پیدا کردم، اونا میذارم واسهتون بریم ببینیم بدترینش کدوم بود. خب اولی پنجده حادثه زرین کوه که توی دماوندم هست. یک گروه 16 نفره کوهنوردان ایرانی که حالا بچه بوده، زن بوده و نوجوانم بوده به سمت این کوه میرن. بعد فتح کردن 2-3 کیلومتر عکس هم واسه میذارم. بعد فتح کردن 2000 متر، حدود 1000 متر 2000 متر تصمیم میگیرن کمپ بزنن. یه کمپ میزنن و همونجا میمونن. یه روز اونجا میمونن و فرداش تصمیم میگیره یک تعدادشون، یعنی اولش 5 نفر چه اولش 15 نفرشون تصمیم میگیرن، یعنی 1-2 نفر نمیان و بقیهشون تصمیم میگیرن که برن ارتفاعات بالاتر. میرن و وقتی به ارتفاع 4000 متر 3000 خورده متر میرسن متاسفانه بهمن شدید میشه، مه شدید میشه و مجبور میشه اینا از هم جدا بشه. این مه به جوری یه سریاشون میافتن به خاطر اینکه جدا شده، یه سری هم زیر بهمن دفن میشن و بعد از کلی تلاش و اینا کلا 6 نفر از اینا زنده موندن که عکس اون 6 نفر هم دارید میبینید که به چه وضعی افتاده. اسم این اتفاق روز سیاه کوهنوردانه که 5 دی بود و جنازه بقیه اونایی که مرده بودن هم 16 دی، یعنی هولوش اونقدر بهمن زیاد بود که هولوش 11 روز بعد پیداشون کردن جنازه هاشون، یعنی فقط اونایی که زنده موندن بود و اونایی که زنده موندن دستاشون، گوشاشون، پاهاشون از دست دادن به خاطر سرما و الان هم یه سریاشون که مردن، یه سریاشون هم هستن و به جورایی دیگه میشن کوهنوردای قدیمی که الان باز نشستن. بریم سراغ بعدی. خب بعدی تو اورسته که هولوش 8740 متر هم ارتفاع داره. یک گروه 8 نفره پس از اینکه رسیدن به نوک قله و صعود کردن 2 کشته دادن و خب یه چیز معمولی بود، چون تو کوه 2 کشته چیز معمولی بود. 2 کشته دادن و رسیدن به بالا. وقتی که داشتن برمیگشتن تقریبا دیگه کار تموم شده و گیر یهو پس از اینکه خسته میشن یه رو کم میکنن و صبح که بیدار میشن یهو میبینن طوفان، بهمن و مه خیلی شدیده. یه تعدادشون هم موقع پرت میشن پایین، یه تعداد 2 نفر دیگه شون هم میرن جدا میشن، چند تاشون پرت میشن، چند تاشون هم سعی میکنن برن پایین، ولی یه نفر از اونا به مدت 5 روز توی برف موند، یعنی گیر کرده بود دستش تو برف. ولی جالبیش اینجاست که زنده موند و پس از فقط یه دستش و گوشاش از دست داد که گوشش کلا نداره، این گوش کلا نیست اینجوریه و دستش هم به خاطر اینکه مدت زیادی تو برف بود موند و خوش شد و تقریبا دستش از دست داد. ولی جالب اینجاست که بعد از 5 روز سالم و هیچ اتفاقی واسش نیفتاد. این داستان 3 سال برای 20 و 21 اردیبهشت 1375 وقتی اینا 20 اردیبهشت گیر افتادن و اون آدمو 27 اردیبهشت نجات دادن و اسمش هم به عنوان یکی از کسایی که صعود کرده ثبت شده و میتونید بریم راحت از صعود گینس یا از صعود ویکی‌پدیا پیدا کنید. بریم سراغ بعدی. این دفعه یه گروه از کوهنوردان کره‌ای تصمیم میگیرن سال 2012 کوه اورست رو فتح کنن. 16 نفر که یک کمپ بودن با آذوقه و همه چیزای کامل رو که آذوقه هاشون با اینکه اینا تصمیم داشتن فقط 10 روز اونجا باشن، آذوقه هاشون اندازه 3 ماه بود و رفتن تا فتح کنن. ولی متاسفانه پس از رسیدن به ارتفاع 6000 متری کوه اورست اونا دچار یه حادثه خیلی خیلی بد شده و مجبور شدن داخل غاری که اونجا بوده برن. یکی از اونها سقوط میکنه و میمیره، ولی 15 نفر دیگه از این کوهنوردای کره‌ای زنده اونن و داخل غار میرن.
غار به خاطر اینکه محیط تو ارتفاع بالا بود اکسیژن کم بود و هوا به شدت سرد بوده، طبق گفته‌ها و نویسه‌هایی که از اون شخصی که زنده بودن وجود داره. اینا به خاطر اینکه غذا زیاد داشتن ولی کپسول اکسیژن و چیزایی که واسه گرم کردن لازمه کم داشتن، به طور تایمی استفاده می‌کردن. یعنی مثلا 20 تا کپسول داشتن، هر کدوم مثلا یک کپسول داشتن و همون تا 15 روز دوام آوردن. یعنی 15 روز توی غار بودن و بعد پس از تلاش کلی امدادگر و پلیس و نمیدونم وزارت و کل اینا تونستن کمک کنن و اینا از این غار در بیارن. کلا این حادثه 2 تا تلفات داد. یکیشون که این البته حادثه نمیشه گفت کوبه، ولی خب بازم 2 نفرشون که بعدی کوه دماونده که کوه ایرانه که دیگه یک مرتفع ترین کوه ایرانه که توی شهر دماونده و جزو سردترینه. اینجا نه ریزش بهمنی شده و نه اتفاق دیگه افتاده، ولی اینجا 6 نفر در سال 2017 تصمیم گرفتن که برن به سمت کوه دماوند که یکی از اونا هم از یک کشور دیگه اومده بود. یعنی یکی از اونا یه جای سفر اومده بود که با یه گروه کوهنوردی رفتن به سمت کوه دماوند. وقتی میرن اونجا تصمیم میگیرن برن بالاترین نقطه کوه، یعنی علوش فاصله میگم فکرم 4000 خورده متر. وقتی میرن اونجا متاسفانه به دلیل ریزش بهمن راههای پایین اومدن مسدود میشه. دارین همینجا عکساش هم میبینید دیگه. راههای پایین اومدن مسدود میشه و اینا فقط یه راه براشون میمونه. اون رو هم متاسفانه اینه که 5 روز همونجا کمین کنن. اونایی که اونجا اونا فکر نمی‌کردن چه اتفاق واسهشون بیفته، کپسول اکسیژن فقط 2 تا داشتن، یعنی چند تا کوچیک هم بود، خب اصلش 2 تا پر داشتن که همه اینا تصمیم میگیرن که اونجا بمونن و با 2 تا کپسول اکسیژن. بعد از 3 روز دیگه کپسول اکسیژناشون هم تمام میشه، راه هم مسدود، هنوز هم امداد نرسیده و 2 نفر از اونها از سرما یخ زدن و فقط 4 نفر موندن. از این 4 نفرم 2 نفرشون رسیدن پایین و 2 نفرشون هم مفقود شدن، تو کوه موندن و جالب اینجاست از این 6 نفر، حالا اون 2 نفری که اومدن پایین و اون 2 نفری که مردن، اون 2 نفری که گم شدن، هیچ وسیله‌ای حتی از اونایی که زنده موندن هم هیچ وسیله‌ای نیست. یعنی هیچ وسیله‌ای تو کوه پیدا نشده ازشون و احتمالا فکر کنم دیگه کلا هر چی داشتن غیب شده. جنازه اون 2 نفر هم هیچ وقت پیدا نشد. اون 2 نفری هم که مردن اونا هم به کمک بهمن، یعنی به کمک بهمن متاسفانه بهمن اونا رو انداخته هل داده به سمت پایین و افتادن و توی فاصله اولوش 2000 متری افتادن که هلیکوپترهای نجات تونستن اون 2 تا جنازه هم پیدا کنن و 2 نفر دیگه هم میمیرن. خیلی دارم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مخلص همتونم. خدا نگهدار.